سلام، امروز شنبه 11 آذر. بیایم بهتون میگم تو این چند روز چه اتفاق افتاده توی کارگاه. قالبا کلن باز شده، قالبای فونداسیون، چاله آسانسور باز شده، اینجا باز شده، پمپخونه دفنی کامل باز شده، کل قالبای فونداسیون باز شده. دیگه چند ساعت بعد از بتونریزی هم باز بشه که دیگه کامل بهتون توضیح دادم، طبق جدولش باز میکنیم. دیروز که جمعه بود قالب بندی ستونای ما شروع شده. تیرای ما که دقیقا روی ستون میشینه، یعنی ارتفاعش میشه دقیقا روی ستون ما. فرض بکنیم که ما این تیر رو اگر الان اینجا بیایم ببینید، الان این تیر ما افتاده زیر ستون، در صورتی که کل تیرای سقف ما بالای ستونه، یعنی بالای آرماتور بندی ستونه، بالای بتون ریزی ستونه. ما اینجا رو تا اینجا که بتون ریزی بکنیم، تا روی خاموت که بتون ریزی بکنیم، تیرا همه میاد رو. ولی این یه دونه تیر ما آوردیم زیر کد ارتفاعمون. چرا؟ ببین، ما اگر دقت بکنیم توی کوچه شیب داریم. اگر این تیر میخواست بالا اجرا بشه، یعنی سر جاش اجرا بشه، کد ارتفاعی کل سقف اول ما که میشه سقف زیرزمین -15. حالا توی نقشه هم بهتون نشون میدم. پس ما کد ارتفاعی کل سقف ما -15. اگر این تیرم ما میخواستیم روی -15 بندیم، چه اتفاقی میافتاد؟ این میرفت بالا و بعدن وقتی که بخواستیم شیب اجرا بکنیم، نفر بیاد داخل، چون اینجا نفر روی ما دیگه، حالا بعدن مشاهده میکنین، شاید الان درکش براتون راحت نباشه. ولی این تیر اگر بالا اجرا میشد، خب میرفت تو خیابون دیگه. ببینید اونجا خیابونه، میرفت تو خیابون، بعدن نمیشد اینجا رمپ اجرا بکنیم. طراح اومده چیکار کرده؟ این تیر رو از 0 -60 داده، یعنی از تیرای اینجا 45 سانت پایین تره. دقت بکنید، تیر کل سقف اول ما، یعنی کد ارتفاعی کل سقف اول ما -15، ولی این تیر -60، 45 سانت پایین تر داده و اینا بالاتره. یه دونه اینجا ما یه دال شیبدار اینجوری اجرا میکنیم. حالا زمان آرماتور بندی سقف کلا شما متوجه میشین، شاید الان درکش براتون راحت نباشه، ولی فقط اینو بدونید اون تیر پایین‌تر اجرا میشه برای بحث نفررو ما. پای ستونا ببینید، خب شما چه بخواین چه نخواین، سقف یه سری، میگم سقف، حالا هم توی سقف هم فونداسیون فرق نمیکنه، وقتی که بتون ریزی کردین یه سری ناترازی های شما روی کفتون داره. کف بالاخره ناتراز دیگه. این قالبا کفش صافه، وقتی میاد میشینه یه فاصله اون زیر میفته. اینو باید چیکار کنین؟ اینو باید با گچ پر بکنین که شیره بتون در نره دیگه. اگر دقت بکنین، اگر این کارو نکنین چه اتفاقی میفته؟ خب قسمت بالای ستونی که کار نداریم، این قسمت 1/3 انتهایی ستون، شیره بتون از این زیر در میره. بعد وقتی که قالبا رو باز کنی میبینی اینجاها کرمو شده، روی ستون کرمو شده یا شن زده شده، یه همچین چیزی هم اتفاق میفته. یعنی شناش همه معلومه، اون شیرابه بین شنا، بین ماسه ها در اومده از این زیر، شن نما میشه در واقع بهش میگن، که یه اتفاق بده دیگه، خیلی از ظاهر کار رو خیلی زشت میکنه. باز ببینید، حالا ما منتظر میکسریم بتونم بیاد. 17 تقریبا 2 تا میکسر میشه دیگه، 2 تا میکسر 8 متری، مثلا یکیش 8.5 میزنه یکیش 8. باز زیر این ستونا رو هم ببینید کامل گچ زدیم که شیره بتون در نره، و یعنی شن زده میشه، خیلی ظاهر بدی پیدا میکنه. جاهایی که حالا زیرش تراز بوده ببینید آرماتور بند دیگه با گچ پر نکرده، تقریبا دیگه تراز زیرش دیگه. قالبا از داخل همه روغن سوخته و گازوئیل زده شده. ببینید 2 تا چراغ هم تو پروژه گذاشتیم، یه دونه اینه، یه دونه اون بالاییه که میخوایم بتون ریزی بکنیم. خدمت شما بگم که نور داشته باشیم. خب ببینید فوق روان کننده رو الان داریم اضافه میکنیم به همون مقداری که به شما گفتم توی هر ماشین. تقریبا
خدمت شما بگم که 16 لیتر شد دیگه. 16 کیلو. توی این مرحله اضافه میشه، یعنی ماشین میکسر که میاد، خدمت شما بگم که قبل از اینکه تخلیه بشه داخل وان به داخلش اضافه میشه. اینا ببینید الان اینجا دوره دارن پر میکنن که ببرن بریزن تو ماشین. متراژ میریزی مگه؟ چجوری میریزی؟ به مقدار سیمان. بتون ریزی ستونا رو دقیقاً ویبره رو میفته قشنگ. ویبره رو ببینید 2.5 طول ویبره است و 2.80 هم که طول بتون ما بود دیگه، طول ستون ما بود. ویبره رو ببینید قشنگ تا ته یعنی 2.5 متر طول ویبره رو قشنگ میکنه داخل. دورش هم که چکش میخوره دیگه. یه نکته دیگه باز بهتون بگم، چکش زدن فقط برای اینه که سطح بتونتون صاف شه، ظاهر کار تمیزی داشته باشه، به هیچ وجه باطن کارتون رو تمیز نمیکنه. باطن کار حتما باید با ویبره انجام بشه. باطن کار فقط ویبره. حالا ویبره رو که بزنید ظاهر کارتون هم قشنگ میشه، ولی چکش زدن باعث میشه ظاهر کارتون دیگه خیلی خوشگل بشه. چرا؟ چون سطح کاملا صیقلی و خوشگلی به شما میده. امروز اصلا یعنی امشب یه شب عجیب غریب ما داشتیم تو کارگاه دیگه. اصلا یه اتفاقاتی افتاد، پاره شدن شیلنگ شد 1 در 1000 هم انجام نشه که امشب بر ما اتفاق افتاد، باعث شد دیگه شما هم ببینید دیگه. کار بتون ریزی ستونا که معمولا توی نیم ساعت 1 ساعت انجام میشه تقریبا 2-3 ساعت طول کشیده.